خدا بهم بگو چیه مشکله، برم قربون چش خوشگلت. چرا ماها هیچی نداریم، اون آتیسی پول داره با اینکه میده فش بهت. خدا بهم بگو رمزش چیه، یه دین تو ارزش چیه. نمیفهمم قصدت چیه، فقط لطفاً بسه دیگه. خدا فکر نمی کنی بسه نه، همه خوشی ها به روم بستن. خدا گله نمی کنم، آرومتر امتحان کن، به خودت قسم خستم. من یه دونه اسلحه میخوام، باید با دنیا توصیه کنم، باید برگردم به اصلی خودم، باید بکشم مارای زنگی دورم و دارم یادم مسیر خودم، از مسیر شدن، از تفسیر شدن، از تفسیر شدن، از تنکیر شدن، از سنگیر شدن، از قصیر شدن. دیگه نمیخوام نادون باشم، دوست دارم تو بارون باشم. کیا دنیای آروم دارن، کیا مثل من تو آروم دارن. صافونه که برگشت کیف در ورد گفت ما رو خسته کردیم، بزنیم به چاد نذاریم برگردم من با حکم جلد و قطعی. گفتیم حاجی مکه رفتی، مرگ هر کی که دوست داری شب عیدی نذار حیرونو در به دشتیم. ولی گفت دست من نیست، مادر زار میزد، اساس خونه رو بار میزد. صاحب خونه ای که با حکم